السلام علیکم داملا حاجی میرزا، التماس با این سوال من جواب دهید، بسیار ضرور است. من چند سال شد که بررسی برای تامین نفقه اهل عائله و زن و فرزندهایم رفته کار میکنم. شکرانه خدای تعالی دائما کارهایم با برار است و دائما نفقه اهل عائلم را روان میکنم. دائما در تماس هستم. یک سال بود که در روسیه بودم، با قریبی برگشتم. مرا دادرم پیشواز گرفت و گفت با شما درست نیست همراه زنت گپ زدن و حتی نگاه کردن درست نیست. در یک سال نکاح شما بریده شد. شما را از سر نو نکاح کردن در کار، بعد زندگیتون را دوام دهید. ما را از نو نکاح کردن. ما حیران شدیم. آخر بین ما یگان گپ و دشنام و یگان واقعه یا نافهمی نگذشته است. بله برادر عزیز و گرامی، یک سال و 2 ساله که داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیدیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بی فرزندند، بلند برداشتن فویض اسپرما، خون گرفتگی پا و رگکشی و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیسم. روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده. سمیانوند برای اشتها و بزبله شدن. اینها سبب خدا شفا فرما همه راضی شما. بله برادر عزیز و گرامی، 1 سال و 2 ساله که شما بیرون از خاندان میشویم برای تأمین نفقه. این به نکاح شما خللی ندارد. این نکاح شما را از بین نمیبرد. نکاح در جاش باقی است. نکاح در جاش باقی هست. شما اگر 5 سال و 10 سال هم که اگر نفقه کودکاتون را تامین کردن گیرین، چگونه که در تماس میگین، در تماس باشین، احوال پرسی هم کنین، این به نکاح شما یگان خللی ندارد. نکاح های شما در جاش باقی. شما 5 سال پس هم که آین، همین زن شما هست. شما میتوانید که به نکاح با او حیات برین. فقط وقتی انسان ها 4 سال زنها را سراغ نمیکنن، از نفقه ایشان، از حال پرسی ایشان چیزی نمیرسد، این حالت در زنها حق مراجعتی در مرکز اسلامی دارند و از اونجا بعد خط طلاق شون میگیرن، شوهر میکنن. ولی وقتی که اگر نفقه ها رسیدن گیرد، تأمینات ها رسیدن گیرد، با طریق تلفن گپ و گویم معامله شدن گیرد، اینجا نکاح شما در یگان خللی نیست. نکاحتون بریده نمیشد. فقط از شما خواهش همین دادر که حداقل در 1 سال، بیشتر در 2 سال از زنهاتون خبرگیری کنین. از زنهاتون خبرگیری کنین. این بسیار ناخوبی است. اینم بدبختی است که او زن است، اونم جوان است، اونم خواهش دارد، اونم از تو استفاده بردن حق دارد. برای همین بسیاری واقعه های را ببینین که وقتی که دستی در فاحشگی میزنن، دستی در زنا میزنن، بعضی‌هاش وقتی میبینی شوهرها 2 سال و 3 سال در دولت‌های روسیه هستند، در دولت‌های مثال بیرون از تاجیکستان هستند. برای اینم تأثیری خودش میرسونه. کوشش کنین دادرای عزیز، همین هم جابجا گذاریش از خود کنین. حداقل 1 سال، زیادترش 2 سال. حال شما را ما میدانیم، مشکلات شما را میدانیم. بله خدا شما را نگه دارد. بسیار سختی ها هست شما دهم، ولی این زندگی هم بسیار مسئولیتی بلند دارد. از پای رزق روزی شویم و گویم همه اون چیزی که از فهمیشمان هست همه را به او طرف حواله کنیم و این طرف فکرش نکنیم، اینم باز در ما تشویش و ضرر میارد. یکی مبادا در همون جایی همین واقعه را اگر شنوی، باور که بعداً گشته میایی که دیگر فایده نمیبخشد. برای این کوشش کنید علاج واقعه پیش از وقوع شود. بگذار کارت کاری خوب هم باشد برادر، زندگی هم چیزی خوب است، تربیت فرزند هم چیزی خوب است، خبرگیری از زن هم چیزی خوب است، خبرگیری از پدر و مادر هم مهم. سلام داملا، با سوال من جواب گویید. بچه ها میگویند که از غیبت قد راه ده بلیارد یا قرطه بازی کنی این خوب است. در این کم ترک معلومات میدادی و یک گپ که خدا بگیره ایشه و او شهر چه میگن، انمی همه یک غیبت شم خدا بگیره و قرطه بازی شم، هیچ کدامش خوب نیست دادر. از قد راه ده نشستن ده با بدتر چیزی نیست. این قرطه بازی و بلیارد بازی هم کار جوان مرد نیست. جوان مردای عزیز،
از همه در بالاترین افسوس که ماها که قدردانی نمیکنیم این عمر ما های. بینن یک ستولی بلیارد یک نشست ده یا یک بازی ده نیمی روز هم میگذرانی 4-5 ساعت میگذرد درک نمیابی. یا در قرطبازی هم نشین یا در یکی از همین بازی ها سرگرمی بازی در داخل شو روز میگذرد باور که دادرای عزیز شما حس نمیکنین حتی نمازتان به حضور دل نمیخوانید. برای همین است که نزد مذهب خودمان بازی های با قرطه و با بلیارد و دیگر غیر نردیش کلا حرام است. خواب پول خواب پول باقیش نزد مذهب خودمان ده مکروه تحریمی گفتند. این مکروهی که با حرام نزدیک است به خاطر ضایع کردن وقت، به خاطری که تمام قوه همین دانش و فهمیش در همون راه های بازی انسان صرف میکنه، ذهن تو مانده میکنی. برای این را مکروه تحریمی گفتند. کوشش کنیم که ما از جمله همون بچه هایی که در همین بازی ها سرگرمند در اینها نباشیم. کوشش کنیم بیشتری وقت در خانه باشیم، در خدمت پدر و مادر باشین، در خدمت زن و فرزندتان باشین، در خدمت محله داریاتان باشین. یک ورقه که کتاب گرفته خواندن از همه اینا بالاتر است برادر عزیز. وقتی که شما ضررش ببینید، وقتی که در وجود شما این بازی ها محبت پیدا میکند و تاثیرش در فرزندات هم میرسد. ولی می قماربازا را ببین وقتی قمار بازی میکنن یک گروه آدم در بالای سر اونها تماشابین هست. خب حالا که تماشابین هم حکمش هم قمارباز فرقی ندارد. پگا یا روز دیگر الک تماشابین هم در قطار قماربازا قمار بازی میکنن. این همین خیلی قاعده دارد. این بازی ها عاقبتش حاضر به پول خیلی کم ترک وقت ما میگذرانم میگو به پول پگا با پولش بکنی روز دیگه با پول میشود. وقتی با پول شید بازی کارش مشکل‌تر میشه. این حرام کرده خدا میشود. سلام داملای عزیز، با سوال من جواب دهید. سنت نماز پیشین را در خانه خواندن خوب است یا در مسجد؟ در نماز شام تسبیح گرداندن و قرائت کردن ممکن است یا نه؟ برادر عزیز، سنت نماز پیشین تو حق داری که در خانه هم خوانی، در مسجد هم خوانی، تو حق داری، فرقی ندارد. ما میتونیم حتی سنت پیشین است، سنت بامداد است، در خانه هامون خوانیم، بعدا گوییم تسبیح گفته به مسجد بیاییم، یگان باکی ندارد. همون حدیث های پیامبر که بهره از نمازتان را شما برای خانه هاتون گذارید، مرادم همین است. بعضی نمازهای قضا ما نمیخونیم، نافله ها را میخوانیم، نمازهای سنت ما نمیخوانیم، یگان ضرر و زیانی ندارد برادر عزیز. و در نماز شام تسبیح گردانیدن 33 بار سبحان الله، الله اکبر، الحمدلله، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. کسی اینها را اگر تکرار کند، پیامبر گفتند پروردگار کلی خطاهاش اگر مثل کف که برگ باشد پروردگار میآمرزد، نابود میکند. و بعد شام هم شما تسبیح ها را گوییم باکی ندارد. ولی قرائت قرآنی که ما بعد نماز میخوانیم اینا از ضرورات نیستند. حتی کتاب‌های مذهبی خودمان هم از آن جمله رد المحتار ابن عابدین شامی میگوید که حتی انسان به خودش لازم نگرداند که هر یک بعد نماز من باید که قرائت قرآن کنم، همین را لازم نمیگردانیم. گاه میخوانیم، گاه نخوانیم هم باکی ندارد. از بالای این مقصد ما یکدیگر را ملامت کردن و یکدیگر را سیاست کردن هم حق نداریم. از اون جمله ما در همین نمازهامون برادرایی که در جماعت‌های ما هستند، من در 2 روز 3 روز ممکنه یک بار برادر را گویم که قرائت کنم، دیگر یک حدیث میخوانم، بعد نماز تحلیل میکنم، در حق جماعت دعا میکنیم، برآمده رفتن میگیریم. همین را لازم نمیدانم. اگر چند اصل شرعی هم دارد. پیامبر بعد نمازها آیت الکرسی میخواندند، قل هو الله را میخواندند، سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق میخواند، قل اعوذ برب الناس میخواند. برای این اصل شرعی که دارد و همین خاطر میگم بعد نماز اگر آیت قرآن هم که خوانده شود مقصد غلطی نیست، ولی ضرور نیست. این شما فهمید.
سلام داملا حاجی میرزا، با سوال من جواب دهید. ما یک گروه ازبک ها التحیات را دیگه خیل میخوانند، با ما پورا فهمونید التحیات چند خیل میشود؟ و تشهد که ابن مسعود ولا یزید علیه. در حدیث مسلم آمده است که عبدالله ابن مسعود پیامبرمان اشاره کردند که شما التحیات را مثل عبدالله ابن مسعود خوانید. چگونه عباره مختصرم کتاب صلات ما هم چه دلالت بر همین میکند که شما التحیات را مثل عبدالله ابن مسعود خوانید، صحابه پیامبر. و از او ولا یزیدو، از این دیگر زیادتی نکنین. این لفظ در صحیح مسلم هم وجود دارد. التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همین التحیاتی که التحیات عبدالله ابن مسعودی که پیامبر اشاره کردن که همین التحیات را شما در نمازهاتون خوانید. و این خاطر همین از برادرای عزیز، خواه برای ازبک است، خواه برای تاجیک است، هر کسی که گویم برادرای ما و شما هستند، همین التحیات خوانین، همین موافقت میکند با حدیث پیامبر که در صحیح مسلم وجود دارد.